و اما قضیه حشرهای آقای کارتر، نمیدونم شما این مثل رو میدونید، من حیفم میاد که مثل بزنم به شیر که میگن وقتی که مقابل یک دشمن میستد هم فریاد میزند و هم از اون طرفش چیزی بیرون میاد و هم دونش حرکت میده. فریاد میزند برای اینکه طرفا بترسونه، میترسد از این جهت ازش چیزی هم صادر میشه. دومش حرکت میداد برای اینکه میانجی پیدا کند. آقای کارتر رو من حیفم میاد که بگم شیر، لکن یه موجودی است که همین کارا را دارد میکنه. این هیاهوها، این فریادها و ترسوندن ماها را از اقدام نظامی و دخالت نظامی، اینا کهنه شده است. ولهذا یه دفعه یه چیزی میگد فوراً بعدش یه چیز دیگه میگد خلاف بود. اینا همون فریادهایی است که اون حیوان میزد